خب درود خدمت شما کاربرا و اعضای کانال پیکی مود. موضوعی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم موضوعی که توی چند روز اخیر پیام‌های خیلی زیادی راجبش دریافت کردم. مشکل ریووکی یا no longer available. حالا این مشکل چی هست؟ این مشکل همونطور که میدونید برای اپلی ها در واقع فقط حق این رو دارن که برنامه های خودشون رو از اپ استور دانلود کنن و خارج از اون اجازه ندارن برنامه نصب کنن. حالا بعضی از استورهای ایرانی و خارجی چیکار کردن؟ اومدن و دستگاه شما رو به عنوان یه دستگاه برنامه نویس یا توسعه دهنده ثبت میکنن برای اپل که شما بتونید برنامه خارج از اپ استور رو نصب کنید که به عنوان برنامه نویسی که میخواد حالا برنامه خودش رو تست کنه. اما اپل هر چند مدت یک بار متوجه میشه و شما رو حالا بالاخره بلاک میکنه و شما نمیتونید از برنامه هایی که به این شکل نصب کردید استفاده کنید. خب حالا راهکار چیه؟ خیلی میگن خب ما نیاز داریم به این برنامه ها، ما نیاز داریم به این برنامه های حالا هک شده یا برنامه هایی که توی اپ استور نیست، ما میخوایم استفاده کنیم. خب شما دو تا راه دارید. شما توی ایران هستید و در هر صورت به شکل عادی نمیتونید پرداخت رو انجام بدید و از برنامه ها استفاده کنید. راه اول برای کاربرایی که دستگاه های قدیمی دارن، یک کاربرایی که حالا به اصطلاح iOS شون از 15 پایین تره. حالا مثلا iOS من 26 هست، دستگاه هایی که iOS شون از 15 پایین تره و حالا مدل های X، آیفون X به پایین، اونها از این روش میتونن استفاده کنن که حالا بازم معایب خودشو داره که این روش جیل بریک است. توی جیل بریک این استورها به شما این اجازه رو میدن که دانلود کنید و حتی اون اشتراک که قبلا نیاز بود خرید کنید دیگه نیاز نیست خرید کنید، چون این روش کاملا متفاوته. این روش با جیل بریک کردن دستگاه شما اتفاق میفته که زیاد چیز جالبی نیست، من خودم توصیه نمی کنم، چون که به اصطلاح گوشی شما از اون حالت نرمالش در میاد. اگه گارانتی داشته باشه گارانتیش باطل میشه و یه جورایی به اصطلاح یه حرکت غیر قانونی میزنید که اینطور شما میتونید با این حرکت هر برنامه‌ای که بخواید رو نصب کنید و خیلی حالا آپشن‌های دیگه هم برای شما باز میشه با جیل بریک. ولی من خودم این روش رو برای همه توصیه نمی کنم. اما در وضعیت فعلی که اپل داره همینجوری تشخیص میده به اصطلاح این سوء استفاده ها رو و داره بلاک میکنه سیستم ادهاکو، شما یا که میتونید یا باید از روش جیل بریک استفاده کنید یا میتونید حالا قانونی بخرید. خب حالا این قانونی خریدن یعنی چی؟ قانونی خریدن شما میتونید با استفاده از خود اپ استور خرید کنید. مثلا اگه اینجا برنامه کپکات رو تست کنم برای شما، میبینید که اشتراک 1 ساله و 1 ماهه داره. حالا وقتی من بیام خریدو بزنم اینجا برای ما میاد $219 برای 1 سال شما باید پول بدید که حالا فکر نکنم برای کسی همچین مبلغی به صرفه باشه. شما میتونید یه دستگاه اندروید بخرید و بازم از این برنامه ها استفاده کنید. اما حالا اگه خواستید که به اصطلاح توی همین آیفونتون استفاده کنید و مشکلی با مبلغش نداشتید، میتونید از خیلی از سامانه هایی که برای شما این کارو میکنن استفاده کنید که مثلا یه موردش ایرانی کارت هست که میتونید از اون استفاده کنید و گیفت کارت و حالا به اصطلاح مبلغی که برای خرید برنامه رو نیاز دارید از طریق این سایت برای اپ استور خریداری کنید و چیت شما رو انجام بدید. البته اینم ذکر کنم که وقتی شما برنامه های شما ریووک میشن به اصطلاح، شما میتونید دوباره برای یک اکانت جدید ثبت نام کنید و بعد از حالا تقریبا 15 روز دوباره شما میتونید برنامه ها رو نصب کنید. اما توصیه نمیشه. چرا؟ چون احتمال خیلی زیاد شما به سرعت دوباره بلاک میشید. چون تجربه که خود بنده داشتم برای بار دوم حدود 1 روز دقیقاً بعد از ثبت مجدد دوباره من بلاک شدم. حالا اگه خواستید آموزش جیل بریک یا آموزش خرید از ایرانی کارت رو براتون اختصاصی بذارم، میتونید توی کامنت ها یه کامنت بذارید برامون، یا اگه که
توضیح خاصی میخواستید، قسمت خاصی، سوال خاصی براتون پیش اومده بود، خوشحال میشم جواب بدم. پس حتما کامنت بذارید. ممنون که تا اینجای کار با ما همراه بودید. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. سابسکرایب یادتون نره و خداحافظ.